دوبله شده در استودیو جن. زینب دیوونه شدی؟ باشه اگه بهم اعتماد نداری بینمون بالش میذارم. چه بالشی؟ این کارا مال سریالاست، خودمونم میدونی. پس به خودت اعتماد نداری. خندیدم. تو بخواب، من راحتم. کمرت خوش میشه دختر. بیا بگی بخواب. بیا. اگه همه جامم خوشه با تو توی رخت خواب نمیخوابم. آره خب تو هم حق داری. میترسی از جاذبه من سست بشی. پسر به این خوشتیپی. فاتح ببین یه کلمه دیگه حرف بزنی به خدا از اتاق میرم. هر کاری دلت میخواد بکن. تقصیر منه که به فکرتم. شب بخیر. نباش، به فکر من نباش. قراره با هم بخوابیم. نه بابا. عجب. زینب ها ناز نکن بیا. ناز چیه بابا؟ وا بخواب ببینم. زینب ساکت، بچه بیدار میشه. مگه خوابه؟ دروغگو. نه الان خوابیده. من مادرم، میفهمم. صبح بخیر خانمی. چی کار میکنی؟ چیه؟ صورتتو چسبوندی به هم، دستتم انداختی پشت کمرم. تو زده به سرت. میبینی که همین جایی هم که شب خوابیدم تو اومدی سمت من. ای بابا تو شب که خوابم برد منو کشوندی سمت خودت مگه نه؟ چرت و پرت نگو. دووم نیاورده چپیده تو بغل من، حالا میندازه گردن من. تو مرض داری پسر، مرتیکه منحرف. داد نزن، فکر میکنن یه چیزی شده. یه مریض تو رخت خوابم. انگار زیادی خودتو دست بالا میگیری یا. خوبه همش یه خواب ساده است. چه خبره تو چی داری میگی؟ میگم منم کشته مرده تو نیستم خانم. عجب گیری کردیم ما. تو خونه ما تو یه اتاق موندیم. چیزی ازم دیدی؟ مزاحمت شدم. حواست باشه دیگه. چی میگی؟ نباشه چی آقا پسر ها؟ حواسم نباشه چی؟ بس دیگه برو، تموم شد. تموم شد. وایسا کجا؟ داماد برو بگو دیگه. چی شد؟ پاشو لنگ زهره. اومدم بابا شوکت جون. به بابام نگو بابا. به تو چه؟ آی مسلخ شد. پس چه کار میکنی؟ من رفتم. تو فکراتو بکن، تصمیمت هم تکنیک لازم نیست فاتح. شب همه چی رو میگم تموم شه بره. اومدم بابا جون. حاضر شو بریم. چشم. کجا؟ ماهیگیری. ماهی؟ یادگار باز چیه؟ چته؟ آمادش کن. واسه چه کاری بابا جون؟ اون خودش میدونه. بجام بیا پسرم بیا. بیا کنارم. بیا. خب چه خبره؟ چه نیازی به اینا بود بابا جون؟ مثل ماهیگیرای نروژی شدم. چطور؟ با کت شلوار میخواستی بری ماهیگیری؟ آخه چیزه، من باید یه سر به کارخونه هم بزنم. میگم برای اونم لباس بردارم از ماهیگیری یه راست برم اونجا بابا جون. کار کارخونه رو فراموش میکنی دومات، شنفتی؟ تو از این به بعد میچوی منی. چی چو؟ گروه پسرم ای کیف. بودو را بیفتا اون روم بالا نیومده. برو برو برو. عمه خدافظ. جونت در امان باشه پسرم. اوی. صبح بخیر.
اینجا چی کار میکنی؟ کی تو رو آورد بیرون؟ من آوردم. بس دیگه، اینم آدمه. از دیروز گشنه و تشنه زندونی زشته. گناه داره. مقدس بهش بگو جلوی چشمم آفتابی نشه. یه وقت کار دست خودم ندم. بزرگش نکن بابا، هیچ کس کاری نمیکنه. چرا متوجه نیستین؟ اورهان اونطوری که فکر میکنین نیست. حق ندارین باش اینطوری رفتار کنین. دخترم تو چت شده؟ سندروم استکهلم گرفتی؟ چرا مدام ازش طرفداری میکنی؟ چون این رفتارتون خیلی زشته. اورهان یه مدت مهمون ما میشه، بعد اینکه مسخره بازیمون تموم شد برمیگرده خونشون. آخه یه شکرچیزاده با مهمونش اینطوری رفتار میکنه. مامان بزرگ، شما چرا هیچی نمیگی؟ حق با سلین بچه ها. تقاص کار شوکت خانه این بچه نباید بده که. بیا پسرم. مادر جون این زیادیه. دوبله شده نمیتونیم در اینقدر استدیو خونسرد جن. باشیم. منم اجازه نمیدم. آفرین فهمی. محکم باش، پشتتم. تو این خونه از کی تا حالا رو حرف من حرف میزنی فهمی؟ حالا مقدس یه چیزی، ولی تو هم احترام به مادرت یادت رفته؟ البته که نه والد خاتون، این چه حرفی میزنین؟ معذرت میخوام. اوه فهمی. اوف. حالا که اورهان یه مدت مهمون خونمونه، بهتر زودتر این شرایطو قبول کنیم. بشین پسرم. ممنون خانم بزرگ. گولای بشقاب بیار دخترم. ببین پسرم، به نظر میاد بچه خوبی باشی، ولی نمیشه راحت از پیش کارای داییت گذشت. تو هم کمکمون کن این جریان رو منطقی و آروم حل کنیم. خانم بزرگ، منم از این وضعیت خیلی خوشحال نیستم. اگه یه ذره داییمو شناخته باشیم میتونیم بفهمیم من چی میگم. شناختیم ولی هنوز با اون تصفیه حساب نکردیم. سرتون تو کار خودتون باشه. یکم زمان بگذره بالاخره یه جوری درست میشه. پا رو دم آقا شوکت نذاریم. اورهان پسرم، تو هم روزا به کار کردن با داییت ادامه میدی. باشه چشم خانم بزرگ. شبا من برمیگردم خونه. ببین باز چک و چونه میزنه. پرو جواد این خوب شد اومد پیش ما. ما هم استراحت میکنیم. آره دیگه. میچو لفتش نده، هنوز پاک کردن ماهی ها مونده. گشنمونه دست بشون. حرف نباشه، چه لم دادن اون ور. ماهی چیه؟ من ماهی پاک کردن بلد نیستم. ماهی پاک کردن بلد نیستی؟ اینو با آقا بگو، اونم میفرستت ته دریا. ته دریا. بله که میگم، مگه چیه؟ داماد! بله بابا شوکت. داماد! تو اینجا چی کار میکنی؟ پوست زمینو کندی بسته. بیا این ماهی ها رو تمیز کن. کی؟ من زمینا رو تمیز میکردم. میشه اینو جواد و کامیل تمیز کنم؟ ببین امتحان اصلی تو الان شروع میشه. ببین اینو نگاه چه خوشگل و مامانیه. قربونت برم. بوی گل میده. اینا رو یکی پاک میکنی بدون اینکه دردش بیاد. ماهی مرده دردش میاد؟ ماهی مرده امنته. نگاش کن. نگاه چشماشو نگاه کن. برق میزنه. آی قربون چشمات. درست مثل چشای منه. کپیه. بجام پاک کن. بدو میچو لفتش نده، هنوز تورامون هم مونده. زود تمیزشون کن دیگه. برسیم ساحل. من میدونم و شما جای کلشو کندم. یه دومات سرخونه داره میاد.
تشکر کاپیتان. میچو ببین یکم بعد چه خبر میشه. بیا اورهان، خوش اومدی اورهان. اورهان میگن تو عروس شکرچیزاده ها شدی، درست میگن؟ چی داری میگی جواد؟ عجبا. هی اینجا چی کار میکنی؟ اومدم نون در بیارم دایی. از اینجا واسه نون در نمیاد. برو پیش زنت بینم. دایی جان من تمومش کن. من روزا اونجا چی کار کنم؟ خب بیام اینجا به کار و بارم برسم دیگه. هوی گمشو بیرم. تا وقتی من نگفتم نمیای اینجا. شیرفهم شد؟ دایی خواهش میکنم قربونت بشم دایی، خواهش میکنم منو ول نکن. میچو بفرما بابا شوکت جون. این پری دریاییو بنداز بیرون. کیو؟ کامیلو؟ نه اورهانو میگم. اورهان؟ چه کاریه بابا جون؟ بنداز وگرنه من میندازمت. چشم میندازم. داداش چی کار میکنی؟ دایی یه چیزی بگو. داداش صبر کن یواشتر. چی کار میکنی؟ داداش قرارمون چی بود؟ نگفتی با زبان خوش حرف بزنیم؟ داداش هول نده. داداش میافتم. دایی یه چیزی بهش بگو دیگه. دایی منو زندانی میکنن تو اتاق تاریک. منو زندانی میکنن گشنه و تشنه. دایی انگار اسیرشونم. اذیتم میکنن. خواهش میکنم منو نندازیم پایین. دایی اورهان خواهش میکنم. معذرت میخوام. آب خیلی یخه. دایی خدا عوضی ها شما از خدا نمیترسین مگه نه؟ دایی انداختم بابا جون. آفرین. خیلی ممنون. ماهیا یادت رفت. ایشو اوها زینب جان کجا عروسی کردین؟ زینب شکرچیزاده ها چه جور آدمایی هن؟ خیلی پول دارن نه؟ ما تو آمریکا ازدواج کردیم. ببینم دختر میگن هوای آمریکا خیلی شرجیه بد نمیسازه، راست میگن؟ میگن تنها وارث شکرچیزاده ها شوهرت. آره همینطوره. میشه یکی یکی بپرسین وسطش یکم مکس کنین، یه قلوب چایی چیزی بخورین. به پای سوالاتون نمیرسم. موندم جواب کدومتون رو بدم. تو اونا رو ول کن، به من بگو ببینم. اونجا بودی اوباما رو دیدی؟ کی؟ اوباما میگن اون مسلمونه. راست میگن؟ اصلا خواهر میگن این آمریکا رو اول مسلمونا پیدا کردن. این چی؟ راسته. بگو دیگه، بگو ما هم بفهمیم. زینب یه خورده دیدمون گسترده شه دیگه. آره دیگه بگو ما هم بدونیم، مردم نگن اینا امولن. خواهر آی از دست تو. بابا مگه چیه؟ چرا همه میخندین؟ خول شدن. همه اینو از کجا پیداشون شد؟ دارم از سوالاشون بالا میارم کم کم. زینب عمه جون وقتی شنیدن اومدی جمع شدن اومدن. خب چی کار میکردن؟ اومدن دیدن دیگه. همه اینا واسه من نیومدن، واسه اوباما اومدن. خب تو الان چی ازت کم میشه اگه هرچی میدونی جوابشونو بدی؟ من از کجا بدونم اوباما؟ یادگار تو هم دیگه با شکرزاده ها فامیل شدی، جواب سلاممونم نمیدی بابا. خانوما ما یادمون نمیره از کجا اومدی. یادگار میگم پسر تو دومات سرخونه شده. راست میگن؟ ای یا خدا چرت و پرت میگه. جاویدان مردم میگن چیشه تو هم چیزه. راست میگن. خیلی خوب بود. باد کنک سوتی. میگن خواهر میگن. دهن مردمو که نمیشه گل گرفت. یک کلاق 40 کلاق میکنن میرن این ور اون ور به این و اون میگن. آی نمیتونم خودم لگل. آدمیزاد خیلی نمک نشناسه. چای ندارین؟ بذار برم میارم. نه تو بشین، تو رو خدا بشین. سلیمم بگیر. بده من میرم چای میریزم خودم میارم. زحمتت نشه مادر. چایا مجانیه خانوما، نگران نباشین. استکان هم بدی. بذار دست در نکنه زینب. آفرین گل عمه. بیسکویتم بیا. بیسکویت زینب.
ای خارینو نگاه کن، هیچ چیکشم در نمیاد. چه بچه آرومیه. جون عزیزم، قورتت میدم و قورتت میدم. جونم، جون بسقلی میمون. تلامه قربونش، هیچ گریه هم نمی کنه. سلین جون خیلی نگرانت شدیم. شب و روز به خاطر دعا کردیم. خیلی لطف داری جونم، ممنون. مردم دیگه احترام سرشون نمیشه. نمیدونی تو فضای مجازی چجوری پخش شد. ما تو چه حالی بودیم؟ اونا چیکار میکردن؟ میشه دیگه حرفشو نزنیم؟ کلن برای همیشه فراموشش کنیم؟ دوبله شده نه در مقدس خانم استدیو اینطوری جن. نگی. هشتگی که برای سلیم باز کردن تو کل دنیا پخش شده. میتونی فکرشو کنی؟ اونام دنبال بهونن. مسخره ها. سلین جون عزیزم، دارم از کنجکاوی میمیرم. تو کلبه شومینه هم داشتن؟ بله جیدا. وای چه رومانتیک. خب جلوی شومینه پوست خرس هم داشتن؟ یه چیزی بگم؟ خود خرسه اونجا بود. جدی میگی؟ خب اورهان کجاست سلیم؟ خیلی دلم میخواد ببینمش. رفت سر کار. ببینم جدی جنگلیه؟ جیدا تبر داره؟ چه جور آدمیه؟ تو توییتر میگفتن 4 شونه است، پوستش برنزه است، قدش 2 متره، وقتی هم راه میره زمین میلرزه. عزیزم تو اشتباهی توییت های سوپر استارامونو خوندی. عزیزم جانم. ریملت ریخته زیر چشمت. جدی میگین؟ آره ریخته. باید برم زود درستش کنم. خسته شدم. این چه وضعشه؟ یه ماه حقوق مردمو میدم ریمل میگیرم بازم میریزه زیر چشمام. خب بگو ببینم حقوق مردم چقدره؟ چه میدونم، حداقل 2-3 هزار تایی هست دیگه. نه جونم 5000 تاست. آره حق با شماست، 5000 تایی هست. خب دیگه فعلا. ارم جون چرا اینو آوردی؟ منم داشتم میرفتم بیرون نتونستم. وقتی فهمید میام اینجا اصرار کرد که میخواد تو رو ببینه. معذرت میخوام. خانما من خیلی خستم، میرم یکم دراز بکشم بعدم میبینم. باشه عزیزم، من که یه پام اینجاست، قربونت شم. مراقب خودت باش. بله. خب دیگه ارم جون منم دیگه برم. باید پسرم رو نجات بدم. چی؟ فاتحه هم دزدیدن؟ نه این سری همچین چیزی نیست. بابا یه دختر خیلی عوضیه. برای خلاصیمون از شرش بچه ها رفتن اونجا. اما یه فکری تو سرمه. نقشه زیرکانیه، مثل آب خوردن نجاتش میدم. چطوری؟ دوست تو دور برت نگه دار، دشمن تو از اون نزدیکتر. دارم براش. هاجر من باز میکنم. واقعا که هر کی از را میرسه امروز میاد اینجا. چه خبره؟ چی شد عروس؟ تعارفم نمی کنی بیام تو؟ بفرمایین یه لحظه شوکه شدم. از چی شوکه شدی؟ هاجر رو آوردم. گفتم حالا که اومدم خب نوامم ببینم دیگه. کار خوبی کردین. به چی زل زدی؟ پس صندلات کو؟ صندل. ممنون دخترم. خواهش میکنم. بی چشم رو. خودم آویزون میکنم. خواهش میکنم بفرمایین. بفرمایین. اون بود دیگه، همون بود به خدا. چی؟ چرا؟ من میدونم. نه به جان خودم همین گفت. همین واسه حرف داره. بابا من میدونم خودش. اوی مقدس خانو خوش اومدین. بفرمایین بشینین. بفرمایین تا خدا بفرمایین. بفرم. من یه سر میرم پیش سلیم، پایین تنها مونده. باشه دختر برو. از شکرچی زاده هاست؟ آره بابا میشناسم، از شکرچی زاده هاست. مادر شهر زینبه.
مادر شوهرشه. پالتوتون رو در می آوردیم. بدیم من. نه اینطوری خوبه، راحتم. ها چای بیارم؟ چای بیسکویت هم میذارم کنارش. الان میارم. بودو بزرگشو بیار. خوش اومدی مقدس خانوم. خواهر پالتوشو نداده. چیو داره قایم میکنه؟ میترسه بروزشو ببینی؟ خب شنیدم که تصمیم دارین اینجا یه عروسی مفصل براشون بگیرین. البته مردم میگن. بله میگیریم. ببینم خواهر، عروسی رو تو تالار سلطنتی میگیرین یا تو باغ گندهه؟ دوبله شده در استدیو جیم. ما یه جشن مختصر میگیریم، جمع خانوادگی. معلومه اینا نمیخوان ما رو عروسی دعوت کنن. نه بابا، مقدس هم چیکاری نمیکنه. نه هاپ گرفتم. باز گرفتم. خوب شد زاییدمت، قربون اون دماغت برم من. عشق. ای خدایا بازم مهمون اومد. باشه عمه جون. باشو بریم در باز کنیم. بیا محکم بشین. کشتی خودتو. واه عزیز دلم واسه یه ذره شده بود. منم مجبور. وایسا ببینمت. دختر تو چقدر خوشگل شدی. همین دیروز سراغ تو از مامانت گرفتم ولی گفت تو بردوری. آره درسته، تازه اومدم تا آبجی بهم گفت چمدونم و بستم و دویدم اومدم اینجا. عزیز دلمی تو. خوش اومدی. فدات شم. ای نگو که انجمن پچ کنه. خدا باز شروع میکنن کی عروس میشه. حالا ببین. نه نوبت به تو نمیرسه. بالای تازه وارد تسریختن سر اون. تازه وارد؟ مادر شوهرم اینجاست. نباید این فرصت رو از دست بدم. فادیک وایسا اینجا من بگم. وایسا نگو. فادیک خاله. وای فادیک خاله. بیجی ببینم. خیلی سره. وای دم یه ذره شده. وای خوش اومدی. اینجا بیا. فادیک بیا. گاوت زایید. فادیک چیزه کنجدو از کجا میگیری؟ چه کنجدی؟ کنجدوی سیمیتاتونو دیگه. بابا حالا سیمیتو کنجدو ول کن. ببینم خواهر، تو محصولاتتون مواد افزودنی ضرردارم میریزین؟ تو جریان نیستم نمیدونم. بیا ببین کیا اینجا. سلام به همگی. این کیه خواهر؟ خواهر نگاه کن کی اومده. قربونش برم چه دختری. دیدی دوباره برگرد. واقعا که خاله آیپر چرا نگفتی فادیک میاد؟ گفتم غافلگیر شی جیگر. مگه بعد خوشحال شدی؟ خب سلام، حالتون خوبه؟ من فادیکم، دوست بچگی زینب. فکر کنم شما مادر شوهرشی نه؟ بله دختر، ببین میگن که اوباما برادر دینی خودمونه. تو میدونستی؟ شنیده بودی؟ گیر زده به اوباما. حتما راسته. خب دین برادریه میشه دیگه، چرا که نه. سلام، من نزدیکترین دوست زینبم، میدونستی؟ یه جوره خواهر به حساب میاد. آره یه وجب قد داشتیم، از اون موقع بیخبر از هم آبم نمیخوردیم. همان از آمریکا مثل یه قیچی جدامون کرد. مگه دستم به پسرتون نرسه؟ اون باعث شد از دوستم دور بشم. مردم. فادیک بیا آشپزخونه قهوه بذاریم. بیا. باشه جونم. خوب ولی پسر شمام خیلی ماهه، مبارک بشه. خیلی به هم دیگه میان مگه نه؟ فادیک
من اون موقع با پسرتون آشنا شدم و میدونستی؟ جدی؟ کجا آشنا شدی؟ راستی حالش چطوره؟ خیلی خوبه. بیا قهوه بخوریم، خیلی حوض کردم. بیا دیگه. الان میام، یه لحظه. جان دوست عزیزم، دلم یه ذره شده بود. بیا 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 بریم. اومدم. خب چطورین؟ یخاب شده؟ آره. خیلی زن خوبیه. بیا قهوه درست کنیم دوست گلم. 6 ساعته دارم داد میزنم، چرا نمیای پیشم؟ تو منظورت به من بود؟ من فکر کردم به مادر شوهرت شکلک میاد. اون چی کار دارم بابا؟ معلومه که با تو بودم. چه فوری با آدمای غریبه گر میگیری یا اگه یه چیزی از دهنت در بره خرابکاری بشه چی آخه؟ منظورت چیه؟ چی قراره از دهنم در بره؟ حرفی میزنی یا ای بابا؟ فوقش خواستم از آی قربونم و دماغ و دهنت برم. من عاشقتم نازنینم. چقدر خوبه تو نگاش کن. تا اطلاع ثانوی جیک در نمیاد فادیک. جان بیا ما بریم. بیا با اجازه. کجا داری میری؟ ما میریم میریم اسکله پیشواز بابای. باشه سب کنین منم بیام. اون بالا مثل بازار شام میمونه. منم میخوام بیام پسرمو ببینم. الان کیفمو برمیدارم میام. جایی نرینا. باشه. نه ترس همین زنه خوله. چی شده؟ چی نگو باشه. میگم بیا بریم. میگم بدو فادیک بدو دیگه بابا. دوماد چی شد داماد؟ زود ولو شدی. خب کارا تموم شد. کار من تموم نمیشه. باشو دیگه چی مونده؟ من نمیذارم مردم بگن دوماد شوکت دره کولباسی بلد نیست. تازه تو هم دیگه نصف نیمه کار دنیزی شدی. جواد کامیل کولباسی گرش بریم. چی باستی؟ تکون بده. ایول بابا شوکت. ایول بابا شوکت. آی زینب خیلی خوب شد گفتی بیاین بیرون. حالا من و تو هیچ، ولی خاله مقدس رو با سوالاشون دیوونه کردن. وای اگه یه کم دیگه حرف میزدن نفسم بند میومد. چه آدمای نفهم و بیکلاسی بودن. البته بله نسبت شما دخترها. خب همشون ذاتن آدمای خوبین، ولی وقتی اونجوری دور هم جمع میشن یواش یواش خودشونو گم میکنن. بیا اینه کم عجله کنیم. بیا چرا انقدر عجله میکنیم؟ ببینین من همش به بدو میافتم. فادیک جون عزیزم وقتی اینا با هم بودن تو هم پیششون بودی؟ آره اینا رو میگم وقتی تو بدروم آشنا شدن تو هم پیششون بودی؟ بدروم رو میگه دیگه یادته؟ آره اونجا بودم مقدس خانوم عزیزم. آره منم اونجا بودم. این از چی حرف میزنی دختر؟ واسط میگم بیا. زینب خانم این قصه هنوز تموم نشده. ارم جون ببین جونم نیم ساعت دیگه باید همو ببینیم باشه؟ آماده شو. جعبه سیاه زینبو پیدا کردم. باید زود قرار بذاریم استراتژیمون رو تعیین کنیم. باشه تو حاضر شو منم محل قرار رو برات میفرستم. باشه عزیزم خیلی خداحافظ.
زود باشین اون صندوقا رو بفرستین. میچو خوب کل باستی رقصیدی ها، باری کلا. اونو تو آمریکا یاد گرفتم. اون رقص پیروزی قرمز دیوونه است. آمریکا چیه؟ قرمز دیوونه چیه؟ کلباسی مال خودمونه. مال خودتونه. بجنبین. توی کوچولو کی اومدی؟ خوش اومدی. امروز اومدم عمو شوکت جونم ببینم چطوری؟ خوش اومدی. خوبم. بعدم بغلت میکنم. بابایت هم شما چطوری؟ خیلی خوبم دخترم، به دومات کار یاد میدم. خب خدا به شکر منم یه سلامی بکنم. اوه سلام ارده آوردین شادومان. این کارتونم بابا جدی میگی؟ واسه چی هی بهت میگم حرف نزن. فاتح جون این فادی که همه چی هم میدونه، همه چیو. البته شما آشنا شدیم قبلا. مطمئنی؟ یادت رفته؟ خیلی وقت پیشا تو بودروم. فادیک چه خبرها؟ سلامتی تو چه خبر؟ مامان پسرم این چه وضعیه پسرم؟ چه بلایی سرت آوردن؟ نه بلایی نیاوردن. با بابا شوکت رفتیم ماهیگیری. بابا ورم. نه مامان تو ورم. پسرم نکنه شکنجت دادن فدات نه خوبم. شما چه خبره اینجا جمع شدین؟ من و فادیک میخواستیم بریم کافه یکم با هم صحبت کنیم ولی مقدس خانم افتاد دنبالمون. آره میرفتیم کافه. چه کافه‌ای بابا؟ شما نگفتین میاین اینجا؟ نگفتین میاین اسکله؟ چرا میومدیم ولی از اینجا میرفتیم کافه. آره درسته میرفتیم کافه. فاتح جون عزیزم عیبی نداره من و فادیک بریم کافه بشینی؟ کدوم کافه؟ کافه ای تو ساحل. باشه بریم اجازه میدم. پس فعلا خداحافظ، خسته نباشی. پسرم ببین عزیزم چشم رو هم بذاری تموم میشه. باشه صبور باش، من از این اسارت نجاتت میدم پسرم. دومات یالا اون صندوقا رو جابجا کنین بینم. چشم بابا شوکت. الان بیا زود باش. آفرین باریکلا فادیک، واقعا آفرین. همین اول کار یه سوتی دادی. تو عمرم همچین سوتی ندیده بودم. من از کجا میدونستم؟ آخه فکر کردم ارتان. اصلا اسم اونو نیار. زینب تو آمریکا چه غلطایی کردی دختر؟ ها؟ با ارتان رفتی با خاطر اومدی؟ ساکت حرف نباشه. اینقدرم سرم داد نزن. را بیافت میریم خونه همه چیو بهم میگی زینب. باشه میگم ولی خونه نمیشه، خیلی خطرناکه. انجمن پچ کنا خونه است. درسته بریم کافه. باشه بیا بریم. به خدا بهت میگم قول میدم. درگیر یه بازی شدیم ولی منم نمیدونم اسمش چیه. فقط میدونم تو اولین فرصت باید تموم بشه. این دیگه چه بازیه؟ واقعا که دختر، واقعا که داستان شما یه چیزی بین رمانتیک کمدی و درام خانوادگیه. ببینم اصلا حواست هست؟ تو کی میخوای به باباتینا بگی زینب؟ نمیدونم ولی تو اولین فرصت باید حرف بزنیم چون دیگه جفتمونم بد جور درگیرش شدیم. هر روز بدتر میشه. بی خیال. جوش چیو میزنی دختر؟ پسر به این ماهی. ببین زینب اولا با نزاکتی. آره خب خوشتیپ هم که هست. ای تازه پول دارم هست. خیلی پول دار. و عمو شوکت هم به خاطر تو تحمل میکنه. خودش تحملی داره. هنوز نمرده. آره درسته. فاتح آدم خیلی خوبیه. خیلی هم مؤدبه. زینب چرا وایستادی؟ بازی جدی کنی. فادیک خیلی خوب بابا لال شدم فهمیدم. باشه حداقل تو بازیتون تموم نشده منم ببر تو جمعتون تا 2 تا رفیق با کلاس داشته باشم. خوش میگذره نه؟ ببین فادیک به اسم رفتن تو جمع مبادا به اون مقدس نزدیک بشی. خوب اون زن خیلی خطرناکه. روانی. تو از مادر شوهرت میترسی؟ وا کی گفته؟ ترسیدی دیگه. خیلی خوب زود باش قهوه‌تو بخور فالتو بگیرم. حلقه‌تو بنداز روش. چه حلقه ای؟ من حلقه ملقه ندارم. حلقه ندارم یعنی چی؟ دختر چه حلقه ای؟ میگم همش الکیه. اونهاشم. اون یکی هم فادیکه. تومه کوچولو. وقتی درست بهش نزدیک شیم هرچی ازش بدونه لو میده. های من همه نقطه ضعفای اینا رو میدونم. اما ارم جون مبادا بترسونیمشا. این دختر شر زینبو کم میکنه. حس شیشمم میگه. قدم اول شناخت توماس. اسمش چی بود؟ فادیک.
فادیک پیداش کردم. فادیک همراز. های چه فامیلی هم داره. اسمش هم که همراز باشه همراز خوبی نخواهد. چه فوری فامیلیش هم پیدا کردی؟ خاله مقدس جون، فادیک چکین کرده از اینجا، فامیلیش هم در آورده. آفرین. ارم جون، حالا نوبت شناختن این دختر است. کجا زندگی میکنه، چی کار میکنه، از چیا خوشش میاد، همه رو یکی یکی تحقیق کنیم. نقطه ضعف این دختره رو باید پیدا کنیم. مثل آب خوردنه. تو به ارم بسپار. کشتی خودتو. سلام مته. سلام ارم. امیدوارم مزاحمت نشده باشم. ای از دیدن من خوشحال نشدی؟ اگه نمیخوای من برم. نه 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 نه. نمیخوای دعوتم کنی بیام تو؟ باهات یه کاری داشتم. تا تو کاری نداشته باشی که نمیای ارم. اینجوری نگو، ناراحت میشم. وضعیتمون رو با فاتح که میدونی. آره میدونم، فضای مجازی منفجر شده. البته من و فاتح هنوز با هم دوستیم. امیدوارم اینم بدونی. منم با فاتح هنوز دوستم. ولش کن بیخیال. تو چرا اومدی ارم؟ اطلاعات یکی رو لازم دارم. حلش میکنی، مشکلی نیست. کیه؟ فادیک همراز. دختره کیه؟ هیچی بابا، از بچهای خانه مده. پیش این اون غیبتمو میکنه. میخوام ببینم چه مرگشه. به چه حقی غیبتتو میکنه؟ الان ردیفش میکنم. راستی چیزی میخوری بیارم؟ مثلا دوبله شده در استودیو جم. خاله مقدس، حتی فامیلی قبل از ازدواج مادر دخترارم پیدا کردم. همه چی رو فهمیدم. آفرین ارم جون، بهت افتخار میکنم. این اطلاعات رو هر جا که لازم باشه استفاده میکنی. خیالت راحت باشه، فادیک تو مشتته خاله. اما ارم جون، مبادا به زیری سلین شک کنه ها. زود میره با اون دختره بی کلاس دست به یکی میشه. هیچ نگران نباش. دهن من قرصه. اینجا چه خبره؟ چی کار داری میکنی؟ پس به زینب خبر دادی؟ آره. سلام. ما داشتیم محض ارتن حرف میزدیم.